که به الله قسم ما بهتر میدارم، دوست دارم که از آسمان خطا بخورم در زمین بیایم و ټوټه شوم. ایره خوش دارم از اینکه نعوذ بالله سخنی را به پیغمبر صلی الله علیه وسلم از دروغ نسبت کنم. اگر برای شما بشینم گپا را جور کده میتونم، چرا که جنگ خود است، لیکن نسبتی گپا که به رسول الله میکنم نمیتونم که دروغ بگویم. از او خاطر حدیث فرمود که سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، از پیغمبر علیه السلام شنیدم که فرمود، چی فرمود؟ سیخرجون قوم فی آخر الزمان، یک قوم در آخر زمانه میبرایه. چی علامات داره؟ در دیگه حدیثا بسیار تفصیلا آمده. و حدثاء الاسنان در بعض اسنان و در بعض روایت‌ها احداث الاسنان است. سه نشان جدید است، نوخیز هستند، نونهال هستند. تا حالی را او قدر تجربه زندگی هم نکرده، تحقیق علمی هم نکرده، معلومات کافی هم نداره، خو لیکن یک آیت و یک حدیث شاید شنیده باشه. سفهاء الاحلام است، عقلشان خیلی نارس است، رسایی نداره که درک و عمق یک قضیه را بتونه. این علاماتشان است. یا یقولون من قول خیر البریه، من خیر قول البریه، یا گفتارم از بهترین سخن مخلوق میکنه، همیشه یاد از او سخن میکنه که در مخلوق بهترین سخن است که سخن رسول الله یا سخن کلام الله متعال است. دادم از او میزنه. لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، از دین میتور میبره مثل که تیر از کمان جدا شوه و بره، هیچ چیز دی تیر دیده نشوه، یعنی هیچ حصه از کمان قطعش موجود نداشته باشه، مثل که مرمی خطا میخوره میره و هیچ چیز باقی نمیمانه، یا از دین همی قسم میبره. لا یجاوز ایمانهم تراقیهم، در بعضی حدیث ها آمده که علمی از یا فهمی از یا از حنجره هایش پایین نشوده. چرا؟ به خاطری که معلومات کافی سری آیات کتاب الله و حدیث رسول الله وقت کار داره، مطالعه کار داره، زانو بزنی، چندین سال باید علم حاصل بکنی. به خاطری که علم تو حاصل شوه همه آیات قرآن کریمه بدانی که در بینشان تصادم و تعارض است یا نه. احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلومات داشته باشی که آیا کدام فتوا از یک آیت میگیرم این تکر و تصادم با یک آیت و حدیث دیگه میشه یا نمیشه، یا این قدر علم حاصل نکرده لیکن فقط فتوا میدن. مردم کافر میگه، خونش حلال میدانه، جنگ با امروش حلال میدانه. پیغمبر علیه السلام میگه وقتی که فاذا لقیتموهم فاقتلوهم، اگر قتیتور مردم شما روبرو میشه بکشیشه، فان فی قتلهم اجرا لمن قتلهم الى یوم القیامه، به خاطری که در کشتن ازی ثواب است برای کسی که یارا میکشه تا روز قیامت. رسول الله چرا این بیان میکنه؟ پیغمبر علیه السلام از بعضی حالات امتی که در آینده میاد الله متعال آگاه کرده شه چی واقع میشه، و بیان پیغمبر به این خاطر است، بیان پیغمبر به این خاطر است که امت بسیار بیدار باشه، بسیار محتاط باشه، نشوه که نعوذ بالله مصداقی حدیث پیغمبر آدم خودی آدم بگرده که 4 روز مدرسه را نخواندیم، 1 روز زانوی خواب نزدیم برای فراگیری علوم، اما فتوایم از مفتی هم زیاد است. در مسئله استنجا و تیمم میایی در پیش عالم سوال میکنی، از او پرسان میکنی که وضو شد یا نشد، غسل شد یا نشد، واجب است یا نیست. اما در مسئله فتوای یک مسلمان که کافر است یا نه، مرتد است یا نه، زنش نکاحش خراب شده یا نه، آن قتلش رواست یا نه، خونش رواست یا نه، ریختن خونش، احکامی که از سر مرتد جاری میشه او هم سرش جاری میشه. دیستی فتوا میده، تو فتوا میدی، به فتوای تو کسی کافر نمیشه تا که به نزد الله و رسول الله کفر نباشه. مسئله کفر تعلق به الله و رسول الله داره، به فتوای تو نیست. 1 میلیون فتوا سر یک کسی بده که به نزد الله و رسول الله کافر نباشه، کافر نمیشه.
اصولی که تو به خود وضع کرده ای و هر کسی را مخالفی و اصلت میدانی او را کافر میگی. امی طایفه که امت اسلامی را از او زمان کافر گفته بود تا آلی را امو درز و امو شقاق امو بدبختی در امت باقی ماند. امامت یکی از اصل دین خود قرار داد. کسی که امامت قبول نداره او کافر است. 12 امام قبول کن، معصوم بدانشه، علم ما کانه و ما یکونه را هم برش ثابت بکن. اگر تو همین 12 امام قبول نداری کافر هستی. اولین تکفیری، اولین کسی که نسبت کفر به مسلمان ها کرده همین طایفه است. اصل خودش وضع کرده که امامت جز دین است، رکن دین است. ما اهل سنت والجماعت میگیم که ارکان اساسی دین ما 3 چیز است: توحید، رسالت و میعاد است. اما ما 8 چیز مقرر میکنه. ده 8 چیز که از یک چیزشان منکر شوی تو کافر گفته میشی. اینی عصای شق بود، عصای بود که در بین صف مسلمان زد، مسلمان دو پرچه کرد تا امروزه او مسلمان ها با هم باز یک جا نشده. رنجایی که میبینه، دردایی که میبینه، امروز که جای کشته میشه، امروز که مسلمان ها هر جای ذلیل و خوار است. حتما که شما خب دقیق مطالعه بکنه، به ابرقدرت ها، به طاغوت ها امی مردم نوکری کرده. امی طور مردم ها که همیشه اسلام ضربه زده، توهین کرده، تحقیق کرده، صحابه را بد گفته، طعن و لعن گفته، امی مردم در زیر چیش کار کرده و امروز مسلمان ها که رنج میبره و تعذیب میشه، انواع تعذیب میشه. کی هستند؟ کیان اسلام و قلعه اسلام چه قسم شق میشه، جدا میشه. خو همی کارا را کردن. افسوس است که یک تعداد دیگه به نافهمی خود دست به این فتواها زده. این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خب دقیق شو که برات میگه حدثاء الاسنان یا نهال هستن، نوخیز هستن، سن پخته نشده، تجربه نداره، عقلش پخته نشده، زود احساساتی میشه، زود. به خاطر ازی که ابلیس لعین امیتور آرام نمی نشینه، هر کس مطابق امو حالتش گمراه می سازه. ما که عبادت الله را زیاد بکنم باز مرا از راه عبادت گمراه می سازه، متکبر می سازه، مغرور می سازه، مرا در آسمان بالا میکنه، برای میگه که فقط نجات یابنده توستی. مصداق حدیث فرقه ناجیه که پیغمبر گفته تنها توستی. و هر کس که مخالف منهج خودت است که تو وضع کرده ای او کافر است، او مرتد است، او قابل احترام نیست، او قابل عزت نیست. جدا شو از او، حتی سلام نده، نماز نخون، قطع از او نمیشه نمازت. ابلیس لعین مهارت تام داره در گمراهی. مرا آنقدر بالا میکنه که هیچ پرسان نکن، ولی در کجا میزینه؟ در زمین میزنه. سفهاء الاحلام عقل پخته نداره، درس نخونده، در مدرسه نرفته، 10 سال تیر نکرده، 10 دوره قرآن کریم نکرده، 1-2 دوره حدیث رسول الله را از 0 تا یا را نکرده، از الف تا یا را نکرده، اما مفتی است، اما فتوا میده. خود ببینی ریش کل، پتلونک چسب به جانش، نمازم به الله معلوم میخونه، نه مردم چیزی میکنه. از اینجا تا سرای شمالی ها میره دعوا میکنه که ما مسافر شدیم، من نماز قصر میخونم. در دکان نشسته است تمام عمر، من نماز پیشین و دیگر یک جای میخوانم، جمع بین صلاتین میکنم. نکو، دین بدنام نکو، سنت رسول الله را بدنام نکو. یک کسی که با منهج سلف قدم میمانه اینا بدنام نکو. مردم تو را قیاس سری مردمی نیک میکنه، اینا شاگردا، اینا سلفیا، ایچی رقم سلفیسته. بزرگای دین توهین کو، تحقیر کو. و چی را میفهمید؟ او خود مبتدع بود، آیتی صفات الله را تاویل میکنه. خود تاویل کدو کافر شد، تو برش فتوا میدی. تمام عمر نشستی با جز از اینکه نفاق، تفرقه در بین مردم بندازی، دیگه کار نمیکنی. تو خبر داری؟
پیش الله رفته نیستی. تو ضربه بزرگ به یک حرکت قوی صاف و پاک زده. علم نداری. یک حدیث یقین به الله بکن اگر ترجمه کرده بتانی. بگذار که فتوای کفر علما و مفتی بزرگ بده، تو در جایت فاسأل اهل الذکر استید تا علی را در اون مرحله نرسیده. نکنه با یک فتوای تو کسی کافر نمیشه، اما زدی بدنام کردی بسته حرکت. 4 نفر مسلمان که گپای تو را ببینه، اخلاق تو را ببینه، روش تو را ببینه، حرکت تو را ببینه، میگه از این گروه گوشای خود کش میکنه که توبه این باشه که همین بیخی حق باشه در جنت برم حقیقت ازی نمیرم. چرا؟ به خاطری که توی طور حرکت انجام داده ای که قابل تحمل نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته تو یک دفعه خودت قضاوت کده کجا درس خواندی، چی کردی، چه قسم فتوا میدی. از دین میبرایی مثل که تیر از کمان میبرای، خبر نداری. خدا بالا تراشیده ای، خدا فقط نجات یا بنده تنها خدا فکر میکنی، دیگه کلی مخلوق کافر است. کلی مخلوق کافر است. میایه ای اسبابی ازی که چرا در این طور حالت آدم واقع میشه، او اسبابم باز بیان میکنم. و کی کافر است؟ بله وی که الله و رسول الله گفته کافر است، مکمل آمده دین بیان کرده. تو که توهین میکنی یک حکم اسلام، تو که ترجیح میدی دموکراسی را سری قانون الله، تو باز در دین باقی میمونی، نمیمونی باقی. لیکن اینطور نیسته که هر کسا یک عمل شدیدی دیستی تاپ کفر برش بزنی. احتیاط بکن. یک مسلمانی که خب میبینی نماز میخوانه، روزه میگیره، یکی از ضرورات دین منکر نیست، فقط یک اصل تو وضع کردی، از امو اصل تو منکر است یا قبول نداره یا ذهنش کار نکرده، خلاص آسان چی میگی؟ تکفیرش میکنیم. شما یک گروپی است که الله شما را مقرر کرده و می خاطر که مردم تکفیر کنه. کافر گفتن به یک مسلمان، در جمعه براتون گفته بودم پیغمبر علیه الصلوة و السلام میگه لا یجاوز ایمانهم حناجرهم، از این گلون ایمان پایین نرفته. چرا؟ اگر ایمان در قلب رفته باشه، ایمان تقاضا از این را داره که کسی یک مرتبه لا اله الا الله میگه تا وقتی که یک موجب کفری از او را صراحتا واضحا ندیده باشی، گاهی نسبتی غلط برش نمیکن.